سلامتی همه شمایی که دارین این ویدیو رو میبینید. خوش اومدین به چنل خودتون. این دفعه با یه ویدیو جذاب دیگه اومدیم پیشتون. قرار بریم واسه مردم بخونیم و ریاکشنشون رو ببینین، اما این دفعه قراره واسه شون رپ بخونیم. بچه‌ها نظر، پیشنهاد چیزی دارین حتما درباره بهتر شدن ویدیوها بگین و اینکه خیلی دوستتون دارم. بزنین بریم تو ویدیو. مشغول موسیقی هستی؟ آره. چی گوش میدی؟ رپ گوش میدی یا پاپ؟ رپ گوش میدی؟ بریم یه رپ بزنیم براس. تا یه جا سعی و سالم صاف، تا یه جا یادت میمونه جای چی کجاست، تا یه جا شب و ربی قشنگی، تا یه جا کاسبی به پاس، تا یه جایی داری حسنش و سر صورت تو مرتب کنی جلو آینه، تا جایی داری حال محبتو به اون که هر روز زندگی تو رو پاییده. یه روزی میرسی به 30، میرسی به 40، دیگه نمیکشی، سر تو میگیری زیر شیر، میشی یه چی جنس بی کسی، سیاه میشه لبای صورتی هممون وای میشه قلب زیر یقمون، هممون دلمون تنگ میشه برا دیگه سمم، برا آشای خاله، برا ترچین زنم. تا میتونی مامانو ببین، تا میتونی کیسه رو از دست بابا بگیر، به رفیقت بگو داشتشی، حداقل شبی 10 دقیقه رو با خدا بشین، زیر دوش لذت ببر، بارون که میاد گوش لذت ببر، کنتور که نمیندازه بیشتر بخند، دیر میفهمی بزنین دوران مدرسه و بهترین ساندویچای پرکال واساس و تنها از لای صلح و پنگاه پاچاست، دیر میفهمی که موفق نمیشی صرفا چون نمره ها تو درسات بالاست، دیر میفهمی که زندگی نکردی و شیشتم یه حواست به چی میشه بوده، دیر میفهمی که قبل و بد کشکه همین لحظه هم بار گنج قارونه. چطور بودش؟ عالی بود. خوب بود؟ خوشت اومد؟ اوکی. من از دنور چند میدی اولی نبود؟ از چنده؟ از دنور از 0 تا 10 چند میدی؟ 20 میدی یا کجا گیدم دنور چیه؟ من کلیپ میگیرم توی یوتیوب میذارم، اینم داشت فیلم میگیرم مخفی طور از مخفی بزنم، یه برای خوب داشتم فیلم میگرفتم. راضی هستی بذارم این لایک نشون بده که ماله راضی بودم ببینیم.